سلام بچه ها، خوش اومدین ویدیو. بچه ها روزانه با مرور اسکینا و از 1 تا 10 بهشون نمره بدیم. بچه قبل از اینکه ویدیو رو شروع کنیم لایک، ساب، کامنت انجام بشه. بریم تا ویدیو رو با هم نگاه کنیم. لیتس گو. بچه ها اسکین اول گاندرو رو دادیم. بچه ها اسکین خیلی قشنگیه ولی اصلا خوش موونت نیست. برای راش دادن خیلی بده، بهش 3 از 10 میدم. اسکین بعدی تمپلاره، خیلی اسکین خوشگلی و خوش موونت، خیلی هم خوب استفاده میکنه، بهش نمره 5 از 10 میدم. این اسکین بچه اسکین خیلی خوشگلیه، باهاش اصلا استفاده نمیشه کرد، خوش موونته، برای شاتگام عالیه، بهش 3 از 10 میدم. اسکین بعدیمون رو بذار بیارم. اسکین بعدیمون این لژنده است که اصلا خوشگل نیست. میگه ازش خوشگل فینیشن مخصوص داره ولی اصلا خوشگل نیست. من بهش 2 از 10 اسکین بعدیمون بچه برای استفاده کردن مثلا نشسته و اسکین آخرمونم اینه. بچه اسکین خیلی خوشگلیه، برای استفاده عالیه، خوراک موونته. بچه من به این 9 از 10 میدم، خیلی خوبه. الان بذار بخرمش. بچه ها تا ویدیو دیگه، خدا نگهدار.